در پی بسته شدن دو مسجد در محله ساختمانچیان شهر حصار که ساکنانش عمدتاً لولیتاباران محلی میباشند، برای انجام طاعت و عبادت در ماه رمضان دچار مشکل شدند. محله ساختمانچیان حصار در مسافه تقریباً 20 کیلومتر در غرب پایتخت تاجیکستان واقع است و بیشتر از حدود 1000 ساکن آن لولیتاباران میباشند. این مسجدها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزاران بود. فعال نبودن این دو مسجد در حیات همه روزه ساکنان مشکل ایجاد میکند. مسجد محکم کردگی حضورش دم بعضیش میرن مسجد جمعه خانی پایان ده محله همدانی ده همونجا میرن نمازش میخوانن. جنازه همین قدی کوچه ده جنازه میکنن میبرن دفع خور میکنن. جایی خیلی جنازه خیلی مسجد تمام محکم کردن خیلی جا نیست. مسجد نزدیکترین در مسافه 3 کیلومتر راه در دهه همسایه جایگیر است و نه همه نمازگزاران روزه‌دار می توانند به آنجا بروند. هرچند به گفته برخی از همصحبتان ما مقامات به برخی از ساکنان اجازه دادند در حدود تا 15 نفر در منزل خصوصی تنها در ماه رمضان نماز تراویح بخوانند. در شهرک ساختمانچیان اکثرا لولیتاباران از راه جمع‌آوری آهن‌پاره و آهن‌گدازی روز می‌گذرانند و در برابر این از مشغولیت‌های به گفته‌شان سنتی یا بابایی خود مثل فالبینی و تلبندگی و طبابت مردمی درآمد می‌بینند. در این شهرک تنها یک مکتب ابتدایی یعنی تا صنف 4 فعال است و شاگردان بزرگتر برای ادامه تحصیل به دهه همسایه می‌روند. حالا ما این خیلی طرفدار یک حزب و حرکت و یک چیز نیست. سودی اونجا نیست. سود شونده ها نیست در گناهکار نیست. در همین حال مسئولان کمیته دین کشور گفتند که در سالهای به اصطلاح بی‌حکمیتی در تاجیکستان برخی از ساکنان خودسرانه به ساختن مسجدها مشغول شدند، اما از سال 2009 به این سو بعد از قبول قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی روند تازه تنظیم فعالیت مسجدها در کشور آغاز کرده شد. به موافقه مقامات خوداداری شهر و دهات به موافقه مقامات محلی حکومت دولتی شهر نوحه ها اشغال کرده ساختمانی مسجد ها رو که آغاز کردن و اونها رو بنیاد نمودن. جای های جمعیتی یا اینکه همچنین چایخانه و یا همچنین مثلا میگن که گذراندن رسم آیین های مردمی یعنی بنیاد کردن. با گفته مقامات در یک سال اخیر در تاجیکستان فعالیت 222 مسجد که غیر قانونی یعنی خلاف نظامنامه رسمی وجود داشتند به حالت پیشینه برگردانیده شد. سال گذشته در شهر کلاب یک چنین مسجد را به یک خانواده بی سرپناه داده بودند که ناراضگی ساکنان را به بار آورد. با باوری مقامات برخی از مسجدها قبلا همچون چایخانه یا کارگاه خصوصی ثبت نام شده بودند و همکنون آنها وظیفه‌دار کرده شدند که طبق نظامنامه خود فعالیت بکنند. تاجیکستان یک دولت دنیوی است و حکومت با ترغیب ارزش‌های دنیوی و تلاش جلوگیری از مذهبی شوی جامعه نظارت را بر زندگی و باورهای مردم افزایش داده است. سالهای اخیر حکومت یک قطار تصمیم‌های گرفت که از جانب مسلمانان کشور و سازمان‌های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق‌های مذهبی مردم تنقید شدند. در سالهای اخیر نمازگزاری تا 18 ساله‌ها و زنان در مسجد ممنوع شد و صدها مسجد با دلیل نداشتن مجوز بسته شدند.